اصلا بسیاری خواهرها و مادرها تا این زمان سؤالهای زیادی از ما میکنن و همگان فقط یک سؤال دارن: آیا در شب قدر ما چی نماز خوانیم؟ البته مادرها و خواهرای عزیز، من اولا الله را بسیار سپاسگزارم که شما از این مسئله های میپرسین که مقصد این یک نشانه بندگی و نشانه توفیق شماست. دوستان عزیز، شما مشکلی در حجت دارید و میخواهید که حجت‌های خود را از نو کنید. بر شما آدم لازم که تجربه کاری داشته باشد. پس مشکل شما حل شد. شرکت یکی صابر طول چند سال می شود که در این کار فعال هستند. اول خدا، بعداً شما را ساق سلامت برده همه این مشکل شما را حل کرده باز می آورند. البته شما پشیمان نخواهید شد. برای رقم‌های اکرام زنگ زده از نام شبکه کاروان عمر سلام گین. ان شاء الله بر شما معامله خوب میکند. والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسیار در یک روزی خیر، بسیار در یک روزی مبارک که روزی قدر میگوییم، از 26 ماه مبارک رمضان قرار داریم که این شب از روی گفت اکثری علما و دانشمندهای اسلامی شب قدر هست. یکایک شما را تبریک و تهنیت میگویم و از الله که بسیار یک ذات مبارک است، از الله که صاحب قدرت و تواناست، خواهان او هستم که خدای مهربان هم از این ماه مبارک و هم از این روز خیر، از این شب مبارک همه ما بندگانت را برخوردار بگردان و پاداش و ثواب این شب را و این ماه را در نامه اعمال همه ما نویسانده بگردان. و خدای مهربان چگونه ای که فرمودی که وقتی که بنده من به سوی من مراجعت کند، به سوی من دعا کند، هر خواهش را که دارد من هیچگاه دست او را خالی بر نمی گردانم. با امید این پروردگار مهربان این ماه مبارک را، علی خصوص این شبی که شب قدر می نامیم، خدای مهربان از ما قبول بگردان و الله مهربان آن پاداش ها و ثواب های را که در این شب هست که من انشاءالله الحال برای شما گفته میگذرم، خدای مهربان اونها را در نامه اعمال ما نویسانده بگردان. بار دیگر همه شما بندگان خوب خدا را با این شب با فضیلت، با این شب بسیار نیکو تبریک و تهنیت میگویم. و از این حالتهایی که بسیار حالتهای قیمت است، خیلی لحظه هایی هست که برادران عزیز و مادران و خواهران عزیز که این روزها خیلی روزهای نزدیک ماند، این از دست که رفت با آدم زنده که تا آینده با به این روزها رسیدن زنده ها بسیار روزهای غنیمتی هست برای ما که در این روزها باید ما دعا را فراموش نکنیم. خدای مهربان امروز که یکی از بسیار مشکلاتی که خیلی و خیلی مردم ما را سرسام کرده است، هراسان کرده است و یک غم را در قلبهاشون جا کردن که این هم باشد این درد، این بیماری امروزه هست. خدای مهربان بندگانی که تا امروز از این بیماری گذشتن، خدایا رحمت و مغفرتشون بگردان. خدایا وعده هست که اونها درجه شهادت میبرن، وعده هست که این ماه مبارک درهای جهنم بسته شده و درهای جنت گشاده است. خدایا آن گذشتگان های ما را از این مرحمت برخوردار بگردان. و خدایا امروز نفرهایی هستند که در بستر بیماری از این درد رنج میکشند، خدایا آنها را شفای کامل نصیب بگردان. خدایا باقی بندگانی که امروز صحتند تا حال از این درد به آنها نرسیده است، خدایا
اونها را در این درد مبتلا نگردان. بیاییم به سر موضوعی که عبارت از شب قدر است. من اول میخواهم از قرآن عظیم الشان آیتی را که با نام سوره قدر که در پاره 30 از قرآن هست تلاوت کنم، بعدا معناهای این آیت به سمع شما رسانم و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند شما را توفیق دهد که این شب را زنده داری کنین، احیا کنین. این شب آن فرمودهایی که اینجا من به سمع شما انشاءالله میرسانم اجرا کنین تا این ثواب و این پاداش ای دست نتین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، مادران و خواهران بسیار عزیز، این سوره مبارکه به خاطر آن قدر نام گذاشته شد که در اول آیت از این سوره نام قدر آمد. در هر یک سوره میبینیم در ابتداش هر نامی که آمد با همون نام اون نامگذاری کردن. این سوره مبارکه عبارت از 5 آیت است و با گفته اکثر مفسرین در مکه مکرمه نازل شده است. معنای این چی معنا میکنن؟ گوش میاندازیم با معناهاش. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله مهربان گفت ما در این شب قرآن را نازل کردیم. خداوند هم قرآن که بسیار قدر و قیمت و ارزش بلندی که دارد، الله مهربان گفت این شب را ما به خاطر قرآن قدر کردیم. یعنی این شب قدر و منزلتش به خاطر چیز؟ به خاطر این است که در این شب قرآن نازل شد. اصلا بسیاری خواهرها و مادرها تا این زمان سوالهای زیادی از ما میکنن و همگان فقط یک سوال دارن: آیا در شب قدر ما چی نماز خوانیم؟ البته مادرها و خواهرای عزیز، من اولا الله را بسیار سپاسگزارم که شما از این مسئله های میپرسین که مقصد این یک نشانه بندگی و نشانه توفیق شماست که شما میپرسین که ما این شب مقصد چگونه سپری کنیم. البته این شب به خودش قاعده و قانونهای خودش دارد. از این لحاظ این شب فقط نماز ندارد. نماز ما نداریم که مخصوص شب قدر باشد که عبارت از 2 رکعت یا 4 رکعت باشد، لیکن شما میتوانید نفرهایی که در این شب نمازهایی که ناخوانده داشتین، یعنی نمازهای قضایی که داشتین که حکم وی در مذهب ما و شما، مذهب پاک امام ابو حنیفه واجب است، شما از نمازهای قضاییتان خوانید. نمازهایی را که فوت کرده بودید، نمازهایی را که در وقتش ادا نکردید، شما می توانید در این شب لا اله الا الله که افضل ذکر است زیاد گویید. شما می توانید در این شب سبحان الله الحمدلله زیاد گویید. شما می توانید در این شب برنامه هایی که عبارت ای پند و نصیحتن گوش کنید. شما می توانید در این شب صداهای قرآنی که هست اگر خوانده هم که نتونید با گوش کردنش هم شما ثواب میگیرید، صدای قرآن گوش کنید. یعنی بر عملهای چنگ زنی همه اونها دارای اجر و دارای ثواب باشد. نشینین ایخیل گروه با تماشای کینا و یا اینکه با غیبت یکدیگر رو یا با سخنهای مالایعنه، سخنهای بیهوده قطعی این شب سپری کنین، زیرا که این شب هر دقیقهش مادرها و خواهرها و برادر عزیز بسیار دقیقه های با ارزش هست که ایرا از دست نتیه. زنده هاست دیگر چیزی مهمه که در این شب هست، مادرها و خواهرها عزیز خوش به حال آن کسانی که قرآن میخونند. ببینید پیامبر نازنین ما چی میگوید؟ میگوید ان ابن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم
من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. مادرها خواهر عزیز، پیامبرمون چی گفت؟ گفت هر شخصی که اگر در این شب قرآن میخونه الله برای او پاداش میتد، برای او حسنات میتید. حتی بینین گفت اگر نفری که الف لام میم میخواند، الف لام میم کسانی که قرآن میخوانند در ابتدای سوره بقره که در یک کلمه 3 حرف آمده است، الف لام میم گفته قاریای ما تلاوت میکنند. پیامبر نازنین گفت که من نمیگویم که در این کلمه که عبارت از 3 حرف است شما 10 ثواب میگیرید، بلکه الف 10 ثواب، لام 10 ثواب و میم 10 ثواب. در یک الف لام میم شما چیکار میکنین؟ شما 30 ثواب میگیرین. اکو برادرها و خیلی مادرای عزیز من، شما بینید که قرآن عبارت از 650,000 حرف است. ببین در کتاب عزیزای خدا جمع کردن گفتن قرآن عبارت از 650,000 حرف. تنگو وقتی که انسانی که در این ماه مبارک قرآن خواند تو 650,000 حرف با 10 ضرب کن، زیرا در هر یک حرف قرآن الله مهربان 10 ثواب وعده کرده است. من وقتی که این را ضرب کردم 6.5 میلیون حسنه، 6.5 میلیون اجر در نامه اعمال تو نویسنده می شود. خوش به حالت که اگر این را تو در یک ماه رمضان 1 بار 2 بار اگر به شرط خوانده باشی، الله مهربان گفت ان الذين يتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لن تبورا. خوب گوش کنین چی میگه الله مهربان. کسانی که این درباره 3 نفر میگه خدای مهربان، آن کسانی که از قرآن تلاوت میکنن 1 نفرش، دوم آن کسانی که نماز را همیشه پایبندن، هیچگاه مقصد هیچ کار دنیا مانع نماز اونها نمیشود. ولی من در حدیث خواندم کسی اگر در یک روز 10 آیت خواند، 10 آیت همین جمع اگر بگیری همین 2-3 دقیقه تر میگیرد. 10 آیت خوانی اگر میگه خدای مهربان تر از زمره آدمان غافل نمی نویسد. باز همین آنی که چقدر ثواب بگیری. و هر کسی که اگر دوم نفرش کسانی که برپادارنده نمازند، 3 کسانی که آشکارا و پنهان از مالشون خیر میکنند. درباره این 3 نفر الله در سوره فاطر آیت 29 چی گفت؟ کسانی که خب همیشه قرآن میخوانند، نمازهاشون ادا میکنند، از مالشون آشکارا و پنهان خیر میکنند، یرجون تجارتا لن تبورا. برادر عزیز میگه اینها در یک تجارت دست زدن که هیچگاه تجارت اینها کساد نمیشود. یعنی این تجارت اینها با کورس دلار کار ندارد، دلار بالا میرود پایان میرود. تجارت اینها با کرانتین کار ندارد، تجارت اینها با سیاست و با معامله های مثال دنیا کار ندارد. میگه وقتی اینها از قرآن تلاوت کردن، نماز خواندن، از مالشون احسان کردن، من اینها با تجارت دست زدن که هیچگاه تجارت اینها کساد نمیشه، هیچگاه تجارت اینها گویم بانکرات نمیشود. یعنی در عوض این طاعتشان، در عوض این اعمالشان همیشه از پیش خدا پاداش گرفتیستند، هیچگاه پاداش اینها کم نمیشود. بین الله مهربان چه یک مثال زیبایی میزند که مقصد شما کار کنین و این کار پایبند شوین، شما هیچ وقت حرکتتان، عملتان ضایع نمیشود.